این نوبت لحظه در رسید تا بخش سوال جواب رو پیشنهادی اشتراکچیان کنیم. بله اصلی و اینجا باید با کلی جوانان یادآور شد که در مهمانی ما حضور دارند چون که خودشون میشناسند عجیبنگاری شناخته دوستمراد شریفов و همچنین هنرمندی سرک دولتی تاجیکستان. دوستمراد برای شما یک چند سوال ها رو پیشنهاد میکند و شما باشد با اون پاسخ میگردونید. مرحمت دوستمراد. حالا یک دقیقه ما تشنگی ما بشکم. دست اول ملت تاجیک مردم تاجیکی که در تمام دنیا هستند در سال نو میلادی در سال نو که سال وفادار در آمده ایستاده است تبریک و مبارکباد میگم بگذار و مثل سگ وفادار باشیم و هم با هم دیگر باشیم. من امروز به نهایت خرسندم هستم حلاوت هم بردم که در اینجا میز ها میسترها در اینجا نشستند. مبارک باشد این جایزه ها و یک دو سوالی عادی یک دو سوالی ساده اکبر شما میتونم کسی که دانست میکروفون آزاد است. مرحمت. سوال یکی ما همین است که در اتوبوس نشستید که یک زنکی حامله دار با در دستش یک کودک در اتوبوس میدراید نه شما جا ده میگید که با یک موی سفید پنسیونری پیر فرتوت با در دستش عصا با یک سمکای بار وزبین در دستش نه او شجاع بوده میگن که یک برادر دیگه ما یک دو ماه پیش ماشین زده ای بانیسا برو واردن وارم در هم اتوبوس بر میکنن همین اتوبوس های کنه چاپا میشون هم یو کدومیش جا میته. اینجا مهارت سخنرانی شما جوانان را دوستمراد سنجیده ایستاده است. هر آن کس که به این سوال جواب میتید مرحمت میکروفون رو گرفته پاسخ گردونید. اگر خودتون میبودید چیکار میکردید؟ من خودم میبودم رو ما طرفی تریزه میکردم گویا که ندیدم رو اگر من میبودم من حامله دار رو جای میدادم چون که هم کودک داشت هم حامله بود. اگه گفتنه که اون سفید پیر پنسیونر عمرش دیگه تماما اون در جوانی دار پیران را عزیز تا عزیزی دیگران گردیتونید باید ما پنسیونر رامش بخریم. او برادرمون ماشین زده او کسلی بیمار او را اتوبوس بسیار جوانان دیگر بودن با اونها جای میدادن. نه همش پنسیونر بودن. اگه پاسخ این را که من خودم میدونستم بین این جنابا دا من نمیگفتم من خودم خواستم که همه چی را بدونم من نمیدونم من میره رستیگا قاری در خونهش نشسته است که کار به خونه قاری دزدی میدارد که گنگ میبیند گنگ چخیل به قاری بیاد که کار دزدی در آمده است خب قاری است نمیبینه. دوستمراد با فکر من جوانان از این سوالی که شما دادید پاسخ ندارند. باز شما خودتون میتوانید که پاسخ درست رو به آنها بگویید. بازم پاسخ درست رو من به شما میگم این همه معما هستند. این رو هر کسی که چقدر فهمایش دارد با خودش قبول میکند و سوالش رو میبرارد. اینا دوستمراد ما به آن خاطر این شرطی برنامه رو گذاشتیم که شما لحظه توانید همچون عجیب نگار با چهره های انامین زیبای جوانانی ما یک خنده یک تبسم رو هویدا نمایید. اما شما با سوال بارون کردنتون چهره اونها رو افتاده کرد. جمع آمد از خرسندی از سالی نو است سال 2018 هیچ خیلی میگن که بعد 18 هم سال 2018 هم برای شما تکرار به تکرار جوانای عزیز گلدخترای زیبا مبارک باد میگم. البته یاد انیداد میگم جوان برادر من شنیدم میگه که آچمور ها مزنکای قشلاق بالای سر ما بودن که بچه‌م گیره نکه اینو ما بجای آتا بجای آچت دیلم پوشید میگه بعد اول میگه آتمور ها مردکای قشلاق بودن که گیره نکه بچه‌م اینو ما بجای آتا میگه دیلم پوشید اینو میگه ده روشیده اویلام مرده یگام دختر قشلاق نمیگه که اینو ما بجای زنو یا تا دیگهش میگه ای وقتش تا بوار میکنید میگه من خونه چند دختر پشت ما خوش کشتنی شد انم گل دخترکای زیبا پشت ما خوشون کشتنی بدن پشت ما خوشون میکشه میگفتن با میگن که چخیل چند قاف داری چند نمود داری که با اگر پشت تو دختر خوشون میکشتن میگه که خونی کس ما اسقالی میرفتن میگفتن که اگر همین بچه را بتن مخمونا میکشیم. تشکر زیاد با یک لطیفه های زیبا با همون سوال و جواب هایی که لحظه جوانان ما رو با فکر کردن وادار ساختید و همچنین طبع آنها رو بولیده گردانیدید. سلامت باشین. تشکر زیاد دوستان. دعا میکنیم که همه وقت تاجیکستانی ما همه خیلی به مثل بهاران سرسبز و گلریز باشد. مادرانی ما پدرانی ما همه وقت خرسند باشند در بالای سری ما فرزندان سایبان باشند. ما جوانای تاجیکستان همه وقت سربلند باشیم و برای پیش نام وطن
номи миллата дар дунё муаррифӣ созем. Миллати ман ҳама вақт дар лабонаш ханда ҳовайдо бошад. تشکر زیاد. ташаккури зиёд. Хушомад.